به نام خدا سلام، امیدوارم هر جا که هستیم شاد و سلامت باشین. علیرضا ناجی هستم و خیلی ممنونم از اینکه منو در این ارائه همراهی میکنین. افرادی که با حوزه هوش مصنوعی فعالیت میکنن با مفهوم آنتولوژی کاملا آشنان، اما ما اینجا در فیلد سئو به این مبحث خواهیم پرداخت. این ارائه شامل سه بخشه. در دو بخش اول به دیتا شیرینگ خواهیم پرداخت، در بخش نهایی یک جنبندی خواهیم کرد. بخش اول در خصوص انتیتی هستش، بخش دوم در خصوص مفهوم ماشین لرنینگ در موتور جستجو و بخش سوم در خصوص کانتکست ها که از همه اهمیت دارتر هستش. همه شما در بچگی با مفهوم آنتولوژی تجربه ای از بحث آنتولوژی رو داشتین، زمانی که لگو به شما میدادم و اون چیزی که در ذهنتون در تجسم میکردین و در قالب اشکال مختلف میساختین. آنتولوژی میگه فرمی از مدیریت دانشی در مورد موجودیت اشیا، ارتباط بینشون و جزئیات ساختاریشون صحبت میکنه و انتیتی هم هر چیزی بود که وجود داشت و با ویژگی قابل تعریف بود. دو نوع موجودیت داریم: موجودیت‌های واقعی که میدونین چیه، چیزهایی که وجود دارن مثل ماشین، درخت، مثل پروداکت. موجودیت انتزاعی که برای ما بیشتر از همه اهمیت داره، یک مفهومی هستن که در واقع با یک سری از تعاریف باید کامل بشن. مثلا در موجودیت واقعی میبینید که اشیا کاملا شبیه تصاویر سمت راست هستن، لوگوهایی که ساختیم. اما اینجا موجودیت انتزاعی ما با در واقع با تصویری که در اینجا وجود داره مفهوم خودش پیدا میکنه. مثلا اینجا ممکنه ماشین در واقع هواپیمای مردان ایکس باشه، اینجا ممکنه اف 22 باشه، اینجا ممکنه مثلا شکلی از دینر استارگری هم باشه که سوار اجرا شده، یا اینجا ممکنه اسلحه در دکسون باشه که توی سریال در واقع مردان متحرک است. حالا ایشو کجاست، چه اتفاقی داره میفته؟ برای درک بهترش یک مقاله واقعی رو براتون مثال میزنم. اپیزود آخر سریال لوکی که حتما همتون دیدین، اینجا نویسنده آمده در تایم در واقع در متن آخر نوشته لوکی لحظه باشگاه خود رو به نمایش میذاره و به لحظه باشگاه خودش میرسه و یک تصویر گذاشته که این تصویر، اونایی که بچه‌ای که سریال اپیزودش رو دیدن میدونن که این تصویر مربوط به بخش‌های دیگه از سریال است و در واقع بخش پایانی محتوا نیستش. میام یه عکس بهش اضافه میکنیم، عکس هستش که فریم های آخر اپیزود هستش، یک در واقع برچسب براش میذاریم، میگیم این تصویر یک نمادگرایی داره که درخت زندگی است و واقعا کارگردان این کار انجام داده و یک تغییری هم توی متن میدیم. به جایی که بگیم به لحظه با شکوه خودش رسیده، میگیم به هدف شکوهمندش رسیده. چه اتفاقی افتاد؟ آمدیم از کلمه استفاده کردیم که واقعا یک گراف براش وجود داره و یک کلمه قابل بسیار حائز اهمیت هست. افرادی که در واقع علاقمند هستن به این سریال خیلی خوب این عبارت رو میشناسن و این یکی از ویژگی‌های یک نویسنده مرتبط با حوزه است که میدونه این کلمات رو میشناسه و در رابطه باهاش مینویسه. و هم مثل در واقع کلمه‌ای هست که میگیم براش یک مالک وجود داره، مثلا مثل من یک رویایی دارم از مارتین لوتر کینگ که عبارت هدف شکوهمند هم لوکی براش گراف در واقع تشکیل دادیم و میبینیم که زمانی که یک سری اطلاعات بیشتری اضافه میکنیم به کانسپت کلی صفحمون، صفحه ما مفهومش گسترش پیدا میکنه. مثلا اگه شما سریال رو بدون این تعریف اگر ببینین اپیزود آخرش رو، فکر میکنین که فقط این یک درختی هستش که کارگردان نشون داده، در صورتی که این درخت یک دراسیل هست که در اساطیر نوردیک وجود داره و کارگردان تصمیم گرفته در واقع لوکی رو بیاد در قالب این درخت، یک شمایی از یک درخت بیاد تعریف کنه. خب یه نفر میاد نظر میذاره، یک فرسن اکسپرتیز که اطلاعاتی در رابطه با این داره علاقه‌مند میشه، میاد نظر میذاره. نظری که میذاره رو میام انتیتی اکسترکشن میکنیم، میبینیم که چقدر این دنیا گسترش پیدا کرد. یعنی با یک سری تغییرات، با یک سری اطلاعاتی که در مرتبط با اون حوزه هستش، میام یک تصویری میذاریم که اون تصویر مفهوم خودش رو با یک خط در واقع گسترش میده و توسعه پیدا میکنه، نرودونش میکنه، میتونیم کلی ازش در واقع محتوا در بیاریم. و توی در واقع ویکی دیتا هم اگر نگاه بکنیم میبینیم که برای درختی که در مرکز جهان قرار داره در اساطیر نوردیک و وصل میشه به یک سری شهرهایی که در این سریال لوکی هست، مثلا به آزگارد وصل میشه، به میدگارد وصل میشه. و میبینی که ما میتونیم حتی در صفحه وقتی اسکیما هم داریم براش میذاریم از ویکی‌پدیا استفاده کنیم، هم بهش ارجاع بدیم و هم پارتافا رو طراحی کنیم. مثلا میگه یک دراسیل که اسم اون درخت هستش پارتافی است در اساطیر نوردیک هستش و به این راحتی میشه اینا رو هم در کد صفحه و هم در محتوای صفحه بهینه کرد. یعنی اطلاعاتی رو داریم میدیم که یک عکس ساده رو تبدیل میکنه به یک مفهوم بسیار بسیار گسترده. این بخش اول. در بخش دوم، در خصوص انتیتی صحبت کردیم، مفهوم انتزاعی رو بهش صحبت پی بردیم، یک سری اطلاعات بهتون دادم. در بخش دوم میخوام در مورد ماشین لرنینگ صحبت کنم.
بسیاری از سیستم‌های گوگل الان در واقع هوش مصنوعی هستن. مثلا کلاسیفیر HCU یک سیستمی هستش که یاد میگیره و سیگنال منفی مثبت میده. اگه تعداد محتوای خوبتون در سایت بیشتر باشه، سیگنال بهتری دارین. بهش در واقع گوگل میگه جواهرات پنهان رو از اعماق وب پیدا میکنم که ما رو هرفو کانتنت هست. و اگر در واقع محتوای بد بیشتر داشتین، محتوای ضعیف بیشتر داشته باشین، کلاسیفاید میشین. یعنی در واقع گوگل میاد سایت شما، صفحات وبسایت شما که بد هستن رو به خاطر که محتوای خوبی وجود نداشته باشه، میاد روی رنکینگتون تاثیرگذار است. این عملکرد کلیتون تو صفر اون پایین نشون دادم. هر چقدر کلاسیفیکیشن شما سیگنال های بدتری بده، روی عملکرد کلی سایت شما تاثیر داره. کلاسیفیر چه کاری انجام میده؟ کلاسیفیر یک سیستم یادگیری، یعنی هر چقدر که بیشتر اطلاعات بهش برسه، هر چقدر بیشتر در رابطه با شما اصطلاحاً بگیم بدونه، بعداً تصمیم گیری هایی رو میتونه انجام بده که به سمت پیش بینی کردن میره. حالا در رابطه با پیش بینی بهتون صحبت میکنم، ولی این یک سری مفاهیم در حوزه هوش مصنوعی هستش که بهتره که در واقع درخواست به اون اطلاعات داشته باشیم. چون سرچ گوگل الان مثلا بعضی از مسائل گوگل مثل خود همین موتور جستجو از مدل زمان پالم 2 استفاده میکنه. میدونید که بینگ مثلا از جی پی تی استفاده میکنه. چرا؟ چون ماشین ها در حال یادگیری هستن. موتور جستجو داره از شما یاد میگیره، سیگنال های در واقع از سیگنال های سیستم رتبه بندی اطلاعات کسب میکنه تا شما رو بهتر بشناسه. هر چقدر از شما رو بهتر بشناسه، هر چقدر شما اطلاعات بیشتری به دست بیاره، هر چقدر که نتایج وب رو بتونه بهتر کامپایل کنه و اطلاعات بیشتری رو بتونه به دست بیاره، بهتر میتونه مثل یک انسان رفتار کنه. و مدل زبان هر چقدر که بتونه طبیعی تر اطلاعات رو پردازش کنه و اطلاعات غنی‌تری رو به دست بیاره، به همون میزان خروجی ملموس‌تر و بهتری خواهد داشت. مثلا یک سری سیستم مثل رنک برن، برد، پسیج رنکینگ، نرال ماشین یا MUM، اینا سیستمایی هستن که ماهیت ماشین لرنینگ دارن. مثلا در تا قبل از بروز رسانی تمام اطلاعات رو میگیرن، گردآوری میکنن، یاد میگیرن. به محض اینکه آپدیت شروع میشه دیگه همه چی تمومه. تمام هم در واقع کارنامه شما میره دست سیستم‌های اصلی گوگل. اونجا بر اساس عملکردی که شما داشتین، رنک برن میاد نتایج جستجو رو تثبیت میکنه و از شروع رو تا پایانش که تثبیت شد، شما در واقع اونجا دیگه میرین وارد سیکل جدید میشین تا به روزستانی بعدی. برای همینه که بسیار از سایت ها بین دو تا آپدیت حتی رتبه خودشون رو به دست نمیارن. و هر چقدر اطلاعات بیشتری از شما داشته باشه، پیش بینی بهتری هم خواهد داشت. حالا چرا این اطلاعات رو دارم بهتون میدم؟ ببینید، با تمام این تفاصیل که ما داریم میگیم ماشین هست، هوش مصنوعی هست و سیستم های یادگیری ماشین در سرچ انجین وجود داره و مدل های زبان رو داریم اسم میبریم، ولی بازم کارشناسای گوگل دارن میگن برای ماشین ننویسین، برای کاربر بنویسین. هر از سال 2002 هم اتفاق افتاده، یعنی چیزی نیست که برای تازگی باشه. دلیلش اینه که بچه‌ها ماشین ها دارن مثل انسان ها از شما یاد میگیرن. یعنی باید شما برای کاربر بنویسین. در واقع شما زمانی که برای کاربر دارین محتوا می‌نویسین، در اصل دارین برای موتور جستجو می‌نویسین. چون موتور جستجویی هستش که مثل کاربر داره از شما یاد میگیره و هر چقدر شما طبیعی‌تر، بهتر، گرامر بهتر، نویسنده‌های شما با تمرکز بیشتر، با تجربه بیشتر، با دانش بیشتر، با علاقه بیشتر بنویسن، هر چقدر که شما دنیای خودتون رو در وب انسانی وارتر گسترش بدین، از اون بر هم بازخورد انسانی وارتری هم خواهیم داشت. چون دیگه مثل پارامتر نیست، مثل الگوریتم نیست. سیستم هایی الان وجود دارن که در واقع مثل بیان ساده بگم سیستم هایی هستن که میخوان مثل انسان یاد بگیرن تا مثل انسان رفتار کنن. خب باید از انسان ها یاد بگیرن تا فرم انسانی داشته باشن. این چیزی هستش که الان ما با موتور جستجو باهاش مواجه هستیم. در بخش سوم سراغ کانتکست ها میریم. کانتکست بچه‌ها خیلی اهمیت داره توی در واقع هم این ارائه، هم توی بحث آشنایی با سرچ انجین داره. یعنی اینایی که دارم بهتون میگم در باش مطالعه کنیم. مطالعه که داریم میتونم، ولی بیشتر مطالعه کنیم. بچه‌ها دو نوع کانتکست داریم. یکی کانتکست های ضمنی هستن، یکی کانتکست های سریع. کانتکست های ضمنی مثل در جستجوی یک رستوران، نزدیکترین رستوران به من، نزدیکترین کافی شاپ به من، یا مثلا در اپلیکیشن لنز وقتی که یه عکس میگیرین روش مینویسین چطوری تعمیر کنم. بینا زمینای ضمنی میگم، مرتبط تر، شخصی شده تر هستش، هزینه کمتری هم برای گوگل داره چون اطلاعات یک سری اطلاعات رو داره، یک سری موقعیت مکانی رو داره. زمینای سریع دقیق ترن، مثل کلمات کلیدی که الان داریم باشون کار میکنیم، فیلترها هستن، پارامترهای جستجو. مثلا سال انتشار یک کتاب رو سرچ میکنه، یعنی ببین یک فیلتر اضافه میکنه به سرچ. این باز هم بچا برای سرچ انجین هندل کردن کانتکست های سریع و کانتکست های ضمنی سخته. یعنی گوگل به این نتیجه رسید که کیبورد ها کامل نیستن.
شما کیورد سرچ میکنین، کلمات کلیدی دام بلند پیدا میکنین، لاین تیلر پیدا میکنین، لاین کوتاه رو پیدا میکنین، لاین کوتاه کلمات کلیدی کوتاه پیدا میکنین. ولی باز هم برای گوگل کافی نبود. بعد خود رفت سراغ انتیتی ها استراکچر داشتن، ریلیشن داشتن. ما با کمک در واقع انتیتی ها تونستیم بیایم گراف ها رو بسازیم، یعنی مثل کاری که برای مادر شجریان کردیم. اومد مادر شجریان رو اسمش رو تو در واقع مثلا مثل کوئریایی مثل فرش ماشینی که از بچه‌ها توی از رویدادها در موردش صحبت کرد که کلماتی داریم که میتونیم باش گراف داشته باشیم. مثلا گراف یعنی چی؟ یعنی ویژگی ها دارن، به چه چیزهای مرتبط هستن. یعنی زمانی که کاربر یک ارائه یک کلمه ای رو سرچ میکنه دیگه صرفا یک نتیجه نیست، همه چی در رابطه با اون کلمه در واقع پیدا میشه. هر چقدر یک گراف کامل تر باشه روایت غنی تری داره. یعنی ما میگیم گراف خوبی هستش، انتیتی خوبی هستش که ویژگی های بیشتر، ارتباطات بیشتر و ریلیشن های بهتر و سریعتر و واضحتری داشته باشه. که حتی در کدنویسی سمنتیک، حالا مثلا حوزه کاری خودم اسکیما، ما تا بی نهایت ویژگی میتونیم باش تعریف کنیم، بی نهایت پراپرتی رو میتونیم براش بسازیم از چندین کتابخانه مختلف. اما باز هم یک جای کار مشکل داره. یعنی گوگل به این نتیجه رسید که هم کلمات سرچ کوئری ها براش کامل نبوده، هم انتیتی ها براش کامل نبوده. به خاطر اینکه بچه‌ها انتیتی ها لیمیت کانتکستن، یعنی باید پردیفاین بشن. یعنی شما باید انتیتی ها رو در کتابخانه گوگل وجود داشته باشه. یعنی گوگل باید اینا براش گرافاشو داشته باشه تا بتونه بشناسه. یعنی شما یا بعد یک انتیتی رو به صورت گراف بسازین برای گوگل، یا اینکه باید خود گوگل اون گراف رو یا اون انتیتی رو در کتابخانه‌های مختلف داشته باشه. تا اینجا داشته باشین. خوب لطفا خوب دقت کنین از جا بعد رو. عادات کلاسیک بچا برای اینکه جا بیفته براتون، ببینید کاربر هیچ وقت نمیاد یک جمله رو بیاره. قبلا تو سال 2020 اومدن یک گوشه در مورد لمدا دادن، گفتن که افراد چون دارن با محتاجات رو صحبت میکنن به همین خاطر دیگه رفتن سراغ بحث هوش مصنوعی. چرا بچه‌ها سراغ هوش مصنوعی رفتن؟ چون سرچ کوئری ها، کاربرها در نتایج جستجو دنبال ریفاین کردنن. به همین خاطر یک سری ابزارهایی مثل ریل سرچ ها، پیپل آرسا عکس ها، نمیدونم ریفاین برودن ها، این فیچرهایی که تو سرچ میبینین اینا همش برای اینکه کاربر بره جستجو کنه، جستجو رو توسعه بده. و بعد آمدن از همون سال هم یک سری فیچرهای دیگه اضافه کردن، مثلا تینگستون رو آوردن. از همون موقع مثلا فیچرهای ویژوال بروزیبل آمدن تعریف کردن که یک در واقع استارتی بود برای رسیدن به همین در واقع فیچرهای جدیدی که تو سرچ دارین میبینین. تمام اینا هست. یعنی کاربری رو سایت ما می آوردن که 60 دقیقه دویده بود. یعنی خیلی از ما وقتی که میایم رو وبسایتمون ترافیک رو میبینیم فکر می‌کنیم که یه کاربر تازه نفس اومده، در صورتی که بخش بزرگی از کاربرهایی که در واقع بهشون میگیم پست سرچ بروزرها افرادی هستن که دوراشون رو زدن، چرخاشون رو زدن، دائما در حال جستجوان، دیگه میان تو سایت شما میافتن. بعد باز ما یک وبسایتی اگه داشته باشیم که تجربه کاربری بدی داشته باشه، نویگیشن ضعیفی داشته باشه، یا کاربر هی بخواد بر اونجا بچرخه، دیگه واقعا نمیرسه به دقیقه 90. به همین خاطر از اون گذشت دنبال مبحثی به نام کانتکست، یعنی بتونه نیازهای کاربر رو، تمام نیازهای کاربر رو در قالب یک نیاز کلی درک کنه، تمام اون چیزی که میخواد رو بتونه متوجه بشه و هم وبسایت ها رو بیاد به کاربر بده و هم خودش بتونه پاسخ بده. چون تعارف نداریم موتور جستجو بالاخره یک چیزی هستش که اگه یعنی به یک مرحله برسه بسیار از پاسخ‌ها رو خودش اصلا میتونه تولید کنه و این نیازمند این هستش که بتونه درک دقیقی از نیاز طبیعی انسان‌ها داشته باشه. اگر شما سرچ قبلی رو براتون بیارم اینجا رو ببینید و کاربر اگه زمانی که بیاد یک سرچ عادی انجام بده ریزالت های ارگانیک رو میبینه، ولی زمانی که در سرچ SGE بیاد سرچ انجام بده، ببینید من آمدم یک متن طولانی گذاشتم، SGE سرچ کرده، تمام چیزی که میخواد بهش داده. بهش گفتم من میخوام برم دبی، اونجا میخوام با قطار برم، میخوام اونجا برم یک سری مناطق دیدنی رو ببینم. همین اطلاعات رو بهش دادم و آمده برای من نتایج رو داره نمایش میده. میگه میخوای بری هتل، برو این هتل رو برو تو این وبسایت ها، بلیط میخوای بگیری برو اینجا، تور میخوای ببندی برو اینجا. اطلاعات رو ببینید کل متن رو درک میکنه دیگه، فقط یک سرچ کوئری یا بحث انتیتی نیستش. یعنی میره سراغ این که بتونه کانتکست یعنی کانتکست کلی محتوا که بهش میگیم استنباط زمینه قضیه، یعنی میتونه به خوبی درک بکنه که کاربر واقعا چه چیزهایی میخواد و تمام نیازهاشو پوشش بده. حالا دقت کنیم برای اینکه بهتر براتون جا بیفته. بچه این جمله چی میگه؟ میگه که من یک استخری میخوام که دور و برش حفاظ داشته باشه و عمرش هم 1 متر باشه. شما وقتی این متن میخونین به چه چیزی براتون، به چه استنباطی میرسین؟ آفرین، در واقع داره میگه که یک استخری میخواد که مناسب بچه‌ها باشه.
حالا درسته که یک محصول، درسته که پروداکته، ولی وقتی که میگه من یه چیزی میخوام که حفاظ باشه، یعنی براش امنیت مهمه. و وقتی که میگیم میخوام 1 متر باشه، یعنی افرادی میخوام برن استخر شنا بکنن که زیر 1 متر. زمانی که ما اینو به صورت سرچ کوئری، یعنی همین جمله رو سرچ کوئری سرچ میکنیم، میبینیم که فقط یک دونه از عکس‌ها رو یا یه دونه از در واقع فیست ها رو آمده به اون شکل نمایش داده که یه بچه‌ای داره شنا میکنه. و این اگه باقی نتایج رو ببینین، مثلا نوشته چقدر مثلا عمیق ترین استخر چقدر میتونه باشه، یا مثلا توی یک استخر مثلا فلان چه چیزهایی وجود داره. یک نتیجه به درد نخور داره برای اون عبارت میده. همون عبارت رو میایم توی بارد سرچ میکنیم. دقیق بچه‌ها ببینید وقتی میام توی بارد سرچ میکنم چی میده. میگه میگه استخری که بخواد محافظ داشته باشه و 1 متر عمق داشته باشه، استخریه که برای بچه های کوچیک طراحی شده. یعنی میاد کانتکست واقعی اون رو درک میکنه. این چیزی هستش که هوش مصنوعی داره میده و میاد اطلاعات کامل میده. یعنی هم میاد در رابطه با در واقع امنیت بچه ها به شما اطلاعات میده، هم میاد محصول کم عمق به شما میده. تمام اینا رو میاد به صورت فیلتر در اختیارتون قرار میده و این رو ما میتونیم حتی اسکیماش هم داشته باشیم، حتی میتونیم در واقع بین‌سازی سمنتیکش هم داشته باشیم. و یک سری از کتابخوانه‌ای هستن مثل در واقع اکامودیشن آنتولوژی لنگویج رفرنس ها که اینها حتی کتابخانه‌ای مثل اسکیما.org هم ازشون استفاده میکنن. چی هستش؟ یک سری رفرنس هایی هستن، یک سری وبسایت هایی هستن که مثلا میان در رابطه با یک حوزه، مثلا حوزه گردشگری، تمام چیزهایی که یه حوزه گردشگری نیاز داره رو میان به صورت کامل توی وبسایتشون دارن. مثلا با اینجا مثلا با RDF اومده طراحی کرده. بعد حالا خیلی ساده بخوام بگم، تمام جزئیاتی که مربوط به حوزه است رو توی وبسایتاشون دارن که ما تو در واقع تو وب فارسی واقعا جای اینا خالیه. خیلی اینا رو نیاز داریم که بیایم که حالا یکی از مباحث هوش مصنوعی هست کتابخانه‌ای داشته باشیم که ماشین بتونه تمام اطلاعاتی که در حوزه زبان فارسی هست رو به خوبی درک بکنه. چون هر جا که انسان ها نباشن، هر جا که ما نتونیم اطلاعات بدیم با جزئیات بالا به ماشین، الگوریتم ها وارد میشن. یعنی ماشین خودش میاد ورود میکنه، بر اساس کانتکست ذهنی خودش میاد. خب بریم جلوتر سری. من اینجا سرچ کردم، نوشتم آقا من یک ویدیو میخوام برای تعطیلات در اروپا. به SGE میاد برای من اون سرچ رو کامل میکنه. میگه ببینین چه کار داره انجام میده. میگه باشه من به نتایج رو میدم، ولی بر اساس بیشترین نیازهایی که در سرپ SGE بوده، میگه آقا من میام به ارزان ترین ویلاهایی که استخر در واقع یک استخر شخصی داره رو میاد به سرچ میده. چرا این اتفاق افتاده؟ چون من آمدم برای سرچم ببینین یک فیلتر کنم. اونجا پرایوت پول رو ببینین، من میام برای سرچم یک فیلتر میذارم، فیلتر منو میاد کامل میکنه و میاد یک کلمه بهش اضافه میکنه، کلمه‌ای به نام چیپ ویلا، یعنی ویلاهای ارزان قیمت. کوئری که من گذاشتم رو بر اساس فراوانی جستجو پیش بینی میکنه، بر اساس چیزی که در وب در واقع وجود داره، چیزی که یاد گرفته از چیزی که مردم دارن زیاد سرچ میکنن. خیلی ساده بخوام بگم، میاد پیدا میکنه و کوئری منو کامل میکنه و سعی میکنه به یک چیزی برسونه که بیشتر نیاز من هستش. و بعد اینو میاد در یک محیط کانورسیشنال هم وارد میکنه. یعنی کانسپت اصلی من میشه که کانسپت من میشه در اون کوئری که سرچ کردم. و بعد میاد، چون میدونین که سرپ SGE وقتی که بیاد هم یک سرچ ریزالت عادی خودش رو داره، هم یک اسنپ شات داره و هم یک محیط داره به نام کانورسیشنال. یعنی شما دائما در حال چت کردن با سرچ انجین هستین و اون میاد اطلاعات رو بر اساس کوئری قبلی میاد برای شما ریزالت ارگانیک در واقع تولید میکنه. این داره نشون میده که میگه گوگل درک خوبی با هوش مصنوعی از نیاز کاربر پیدا میکنه. و زمانی که این بهش میگیم داینامیک فست ها، یعنی کوئری هایی که فیلتر میشن و هی سرچ رو توسعه میدن. ببینیم اون بالا سمت راست من مثلا نوشتم من یه دونه ویلا میخوام در اروپا، بعد میام روی پرایوت پول یه دونه فیلتر میذارم و بعد اون میاد یه چیپ بهش اضافه میکنه و کلمه من هی داره کامل میکنه. به اینا میگیم لاتن تیل ها و که اینا در واقع در اسکیل لانگ تیل ها بسیار بسیار بزرگتر هستن و لانگ تیل ها رو میان به صورت داینامیک گسترش میدن. انتیتی هایی که الان توی وب وجود دارن فعلا نمیتونن خوب کانتکست ها رو پوشش بدن در واقع، چون گوگل در واقع کتابخانه‌اش داره گسترش میده. یعنی ما انتیتی رو به اندازه گراف ها و چیزایی که در کتابخانه ها وجود دارن و چیزی که الان خودمون داریم داره استفاده میکنه. پلتفرم جستجو ارگانیک گوگل درک اینترنت دقیق و کانتکست سریع فعلا ضعیفه و روی این داره کار میکنه. برای همینی که ما فیچرهای کنکاش زیادی رو تو سرپ داریم میبینیم. یعنی سرپ ارگانیک که الان داریم میبینیم برای گوگل یه سرپ ضعیف به حساب میاد، حتی در اسکیل
در واقع انتیتی ها، برای همین خاطر که به هوش مصنوعی خیلی دقیق دارن کار میکنن. و بچه‌ها اطلاعات بدین به چت، اطلاعات بدین به مدل های زمان، اطلاعات بدین به چت بات ها، اصلا جلوش نبندین، بذارین کاربر به خوبی ببینه. باید داستان‌های شما رو بشنوه گوگل، یعنی باید بشناسه شما رو. نویسنده، کارشناس سئو و توسعه دهنده‌تون باید با هم در واقع سر یک میز بشینن. این نباشه که مثلا زمانی شما جلسه مشاوره می‌ذارین با مثلا کارشناس سئو، نویسنده نیاد مثلا تیم لید کارشناس محتوا نیاد بشینه، توسعه دهنده نیاد بشینه. نویسنده‌ای که محتوا رو می‌نویسه باید داستانش رو تعریف کنه تا کارشناس سئو بتونه اطلاعات رو جمع‌بندی کنه و توسعه دهنده بتونه کدنویسی سمنتیک خوبی رو بنویسه. اگه کدنویس نتونه سمنتیک اطلاعات رو خوب درک بکنه، چطور پس میتونه یک کدنویسی خوب روی صفحه انجام بده وقتی که داستان شما رو نمیتونه ببینه؟ چطور ما میتونیم اطلاعات خوب داشته باشیم وقتی کارشناس سئو نتونه در واقع ارتباط قوی با تیم داشته باشه؟ کارشناس سئو باید آزادانه فکر کنه، موسیقی گوش کنه، نه اینکه فقط اقدام کنه. نه، من اصلا با نویسنده‌ای که پشت میز فقط نشسته داره می‌نویسه اصلا قبول ندارم. نویسنده باید در فضای پرواز داشته باشه تا بتونه بنویسه، نه اتاق کار. کارشناس سئو باید بلند شه بره بیرون، برخاش آهنگ گوش کنه، مردم بشناسه، تا بتونه وقتی برمیگرده با دانش بالا بتونه موجودیت تعریف کنه، تا بتونه با دانشی که داره بتونه روی گراف ها کار کنه. وقتی که شما پشت این میز بشینید فقط صرفا مشغول کار باشه و خسته بری خونه، پس چطور میتونید به پردازش زبان طبیعی با NLP کار کنی؟ چطور میتونید پس بتونید به هوش مصنوعی که الان در زندگی شما حضور داره و از شما یاد میگیره، چطور میخوایم بهش اطلاعات بدید؟ مهارت در حوزه، یک سری نکات بهتون بگم در حوزه پردازش زمان طبیعی. بچه‌ها دنبال مهارت باشین. یک زبان مرتبط با مثل پایتون رو یاد بگیرین، اصلا این ربطی هم به NLP نداره. یک زبان برنامه‌نویسی مثل پایتون، مثل من الان دارم روش کار میکنم، حتی شده کم. محتوای غنی با عناصر یونیک تولید کنیم. محتوایی که کپی نیست، یونیک نیست. فکر نکنید اگه محتوای کپی نیست صرفا یونیکه. این سندی که اینجا گذاشتم بریم مطالعه کنید، دید خوبی بهتون میده. شاخص‌های EAT بسیار مهم هستن. صرف وجود صفحه نویسنده تو یک صفحه اصلا به معنی EAT نیست که باکس نویسنده بزنید یا پروفایل نویسنده بذارین. اصلا این نیست که EAT رعایت کردیم. ما براش نزدیک 300 تا اسلاید دارم، 2 تا وبینار 7 ساعته دارم. بریم اونها رو ببینید تا دید خوبی بهتون بده. مثلا در حوزه وایم وایل سینتکس گراف مرج رو من پیشنهاد میدم برای بچهای توسعه دهنده میخوان تو این حوزه فعالیت کنین، که گوگل اخیراً اون رو در واقع تو معرفی کرده بود از چند وقت پیش، که حالا خبرش رو منتشر کردیم. میتونید برین سرچ کنین. خیلی کد نویسی خوبیه، هم با تگ HTML قاطی میشه و دیگه نیاز نیست شما برای هر چیزی یک کد جداگانه بنویسین. با در واقع اون تمام کدها قابل استفاده است. یعنی مثلا کدهای اسکیما رو میتونیم مثلا با میکرو دیتا ها یکی کنین، دیگه نمیخواد همه رو جدا جدا بنویسین. استراکچر سایت و بافت‌های محتواتون خیلی اهمیت داره. مثلا افزار به نام مکس کیو که صلاح الدین یک ویدیو خیلی خوب براش داره. روی در واقع ساختار سایت خیلی دقت بکنید، که چیزی رو بهش بدین از سالها پیش بوده ولی بازم حتما بهش دقت زیادی داشته باشین. با جی پی تی 4 بچه‌ها کار کنین. سعی کنین با یک مدلی کار کنین که به روز خوبه، درک خیلی بالایی داره، تا بشناسین موتور جستجو. نه با یک مدل قدیمی کار بکنین که هرچی به زبان فارسی میگین به انگلیسی براتون تولید میکنه. معصومیت برای من خیلی کلمه مهمیه. معصومیت تنها موجودیت انتزاعیه که در هیچ آنتولوژی قابل توصیف نیست. صحبت از آهنگ شد. من برای نوشتن این مقاله یک آهنگ بسیار خوب که خیلی دوستش داشتم گوش کردم و اون رو تقدیم شما میکنم. شاد باشید.